كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند در یکی دیگر از برنامه‌های سفر آخرت. مهمترین بخش سفر آخرت روز قیامت یا همون روز حساب و کتاب بدون شک. هرچند قبل از وارد شدن به صحرای محشر برای حساب و کتاب روز قیامت تا حدودی در قبر هم سرنوشت انسان مشخص میشه برای خودش و اونهایی که اهل جنت و اهل بهشتند در قبر هم آثاری از اون نعمتها رو خواهند دید و اونهایی که خدایی نکرده اهل جهنم و دوزخند اونها هم آثاری از اون عذاب رو در قبر به همراه خواهند داشت. اما سرنوشت نهایی انسان در روز محشر رقم میخوره. اون روزی که هیچ کسی به داد انسان نخواهد رسید مگر در مواردی خاص. به همراه کارشناس محترم برنامه جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری عزیز همچنان موضوع روز محشر رو پیگیری میکنه. جناب مولانا به برنامه سفر آخرت خوش آمد. تشکر خدمت شما و همه علاقمندان و دوستداران برنامه سفر آخرت عرض و ادب و سلام و احترام دارم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب مولانا در روز قیامت اون چیزی که به صورت عموم در آیات و روایات مشهود هست اینه که هیچ کسی به درد انسان نخواهد خورد و انسان نباید به کسی دل خوش بکنه. آیا استثناءاتی هم وجود داره که انسان در مواردی خاص یک سفارشاتی شفاعت‌هایی به تعبیر عام‌تر نصیب انسان بشه و انسان سوای اعمال خودش و سوای اون پرونده‌ای که داره و نیکی‌هایی که در پرونده خودش داشته به کسی دیگری ذات دیگری دل خوش بکنه برای اینکه بیاد و در بین اون و الله تعالی واسطه بشه و شفاعتش رو بکنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الآية. صدق الله العظيم. در حقیقت موضوع و چیزی که در صحرای محشر سبب نجات انسان میشه اعمال خود انسانه. این که در رأس همه بحث هاست. و نکته دوم که سبب و وسیله نجات انسان هست مسئله توحید هست. موحد و یکتاپرست که باشه، باور توحید، باور به یگانگی الله سبحانه و تعالی داشته باشه. و در کنار این الله سبحانه و تعالی در آیه که تلاوت شد میفرماید من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. چی کسی هست که بیایه و شفاعت کنه؟ یعنی کسی نیست که در صحرای محشر بیایه شفاعت کنه الا باذنه، مگر به اذن الله سبحانه و تعالی. از این معلوم میشه که الله سبحانه و تعالی برای اشخاص اذن شفاعت میده.
که از آن جمله شفاعت کبرای نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که این شفاعت از خود مراحل داره. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک مرتبه شفاعت عمومی دارن، یعنی به عموم انسان ها وسیله میشن، از آدم تا به خاتم، فرقی نمیکنه مسلمان یا غیر مسلمان. یک شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم خاصه برای امت خود دارن و باز بین امت شفاعت های خاصتریه که بعدا اشاره میشه. وقتی که قیامت انسان ها از قبرها برانگیخته میشن، رو به طرف حشر روان میشن و این صحنه های وحشتناک حشر رو میبینن و این صداهای و هیجانهای عجیب و غریب و این پایین آمدن خورشید و این سرخ شدن و او گرمای صحرای محشر رو میبینن. خلاصه هر کس به جان خود میپیچه. آخر با همدیگر گفتگو میشه و با همدیگر میگن که راه حل چیه؟ بیاییم که راه حل پیدا بکنیم که برای ما یک سرنوشت معلوم بشه. یعنی از این حالت در بیان و حساب کتاب شروع بشه. یعنی در حدیث که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که به او بحث شفاعت رو مطرح میکنن، در حدیث میاره که بعد از این انسان ها به این نتیجه میرسن که بریم پیش ابوالبشر آدم علیه السلام. بعد میرن انسان ها دامن حضرت آدم علیه السلام رو میگیرن و میگن یا آدم انت ابوالبشر، تو پدر بشری، پدر مانی، تو کسی هستی که الله سبحانه و تعالی در ابتدا تو را ساخت با او قدرت کامله خود و مسجود ملائک قرار گرفتی و الله سبحانه و تعالی تو رو در بهشت مسکن داد. بیا عذر ما به نزد الله سبحانه و تعالی. الا تشفع لنا الی ربک، آیا شفیع نمیشی برای ما به نزد پروردگار؟ فقال، بعد از آن حضرت آدم علیه السلام میگه الله سبحانه و تعالی رب من امروز چنان غضبناک هست که غضبی که امروز الله داره قبلا هم چنین غضبناک نشده و بعدا هم نخواهد شد. امروز روزیه که من نمیتونم به اون صحنه نزدیک باشم. به خاطر چی؟ و حضرت آدم علیه السلام میفرماید و انه نهانی عن شجرة فعصیت، ما الله سبحانه و تعالی مر نهی کرد از او درخت ممنوعه و من خوردم و امروز من نمیتونم، یعنی عاجزم. حضرت آدم معذرت میخواه، عذر پیش میکنه و حضرت آدم چی میگه؟ نفسی نفسی نفسی. امروز فقط نفس من هست، نفس من. امروز خود را نجات بدم خیلی حرفه. الله المستعان. بعدن میگن خب مشکل ما چی میشه؟ حضرت آدم علیه السلام میگه اذهبوا الی غیری، بروید پیش غیر از من. خب کجا بریم؟ اذهبوا الی نوح، بروید به طرف نوح، عذر خور به او پیش کنید. میاین پیش حضرت نوح علیه السلام. انسان ها حضرت نوح علیه السلام رو میگن که تو آدم ثانی هستی و بالاخره تو نوحی، نزد خدا قرب داری، منزلت داری. حضرت نوح علیه السلام هم چنین جواب میده که بریم بالاخره امروز کار دست من نمیاد، نفسی نفسی نفسی. خب کجا بریم؟ اذهبوا الی ابراهیم علیه السلام. انسان ها میاین نزد حضرت ابراهیم علیه السلام. وقتی که میگیم انسان ها میاین یعنی ما میاییم، ما جز همان کاروانیم، چون انسان های مسلمان و غیر مسلمان همه از ابتدای دنیا تا انتهای دنیا همه به این درد گرفتارن. همه ما میریم. ای آدم، ای نوح، ای ابراهیم، تو خلیل خدایی، نزد خدا قرب داری. آتش بر تو گلزار کرد، آتش بر تو سرد کرد، تو محبوب پروردگاری، بیا
ابراهیم علیه السلام هم معذرت میخواد و میگه بروید که امروز نفسی فقط نفس خود من هست و نفس خود من. ای ابراهیم کجا بریم؟ ما را راهنمایی کن، سخت، وحشت، سرنوشت معلوم بشه. اذهبوا الی غیری، بروید غیر از من. کجا بریم؟ اذهبوا الی موسی علیه السلام. باز این انسان ها سرگردان، در حالت وحشت زده، سر برهنه و پا برهنه. نمونه ای که صحرای محشر داره، انسان ها لختن، لخت مادرزاد. صحابه از رسول الله پرسان کردن که یا رسول الله در آن روز انسان ها لخت، آیا نمی بینن هم دیگر؟ رسول الله فرمودن اینقدر وحشت هست که یکی با دیگری نظر نمیکنه، اصلا نمیدانه که این لخت یا نیست. بعد ابراهیم علیه السلام اذهبوا الی موسی علیه السلام هم وقتی که اینا عذر پیش میکنن معذرت میخواه و میگه که من هم نمیتونم امروز، نفسی فقط برای نجات نفس خود تلاش میکن. خب چه کار بکنیم؟ اذهبوا الی غیری، بروید پیش غیر از من. کجا بریم؟ اذهبوا الی عیسی. انسان ها میآیند پیش حضرت عیسی علیه السلام. انت روح الله، تو کسی که هستی که الله سبحانه و تعالی با کلمه کن فیکون شدی. و مجردی که الله امر کرد، الله سبحانه و تعالی تو به هی قدرت خود نشانه در دنیا قرار داد، قرب داری، منزلت داری. الله در دنیا تو رو به طرف خود دعوت کرد. بیا امروز شفاعت ما رو بکن، عذر ما رو بکن، سرنوشت ما رو معلوم بکن و الله سبحانه و تعالی بخوا که الله سبحانه و تعالی حضرت عیسی علیه السلام هم معذرت میخواه و عذر پیش میکنه. کجا بریم ای عیسی؟ عیسی علیه السلام میگه اذهبوا الی غیری، بروید پیش غیر از من. کجا بروید؟ عیسی علیه السلام میگه اذهبوا الی محمد صلی الله علیه وسلم. اذهب الى محمد صلی الله علیه وسلم فیأتون محمدا. میآیند انسان ها پیش محمد صلی الله علیه وسلم. یا محمد انت رسول الله صلی الله علیه وسلم، خاتم الانبیاء، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا الى ربك. رحمت للعالمین، سردار دو جهان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم فانطلق فأتى تحت العرش. غمخوار انسان و انسانیت. الله سبحانه و تعالی وقتی میگه این رحمتیه برای عالمین، نه تنها در دنیا، در حشر هم رحمتیه. رسول الله صلی الله علیه وسلم سر به سجده میگذاره نزد پروردگار خیش. در حدیث میاره که چنان رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم حمد خدا رو میگم که از ابتدای دنیا تا انتهای دنیا، در گذشته و در آینده، در گذشته کسی چنین حمدی نگفته و در آینده هم نخواهد گفت. الله سبحانه و تعالی ثم یقال یا محمد ارفع رأسک، بلند بکن سر خود را. چی میخواهید؟ چی میخواهید؟ به تو وعده کردیم که ولسوف یعطیک ربک فترضی، به تو اینقدر بدیم که تو راضی بشی. چی میخواهی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم آن هنگامی که الله میگه سوال بکن از من، سوال کن چی میخواهید؟ شفاعت میخواهید؟ چی میخواهید؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم
یا رب اینها بندگانتونن، بی سرنوشت در صحرای محشر میگردن، سرنوشتی به اینها معلوم بشه. نکته دومی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن امتی یا رب، امتی یا رب. برای رسول الله صلی الله علیه و سلم در این لحظه این شفاعتیه که برای عموم هست. اینجا الله سبحانه و تعالی دستور میده که حساب و کتاب بیاورید، سرنوشت انسان ها مشخص کنید، وی که بهشتی طرف بهشت بره، وی که جهنمی طرف جهنم، یعنی برای تمام انسان ها سرنوشت مشخص میشه. بعدا رسول الله صلی الله علیه و سلم که اذن شفاعت برای اینا داده میشه، میاین اول کسانی که در حول و ترس قیامت گیر کردن، اینها شفاعت میکنن که حرکت بخورن از حول و ترس قیامت. دوم کسانی که ثواب و گناه از اینا برابر میشه، برابر شده ماندن در قیامت، رسول الله صلی الله علیه و اینا شفاعت میکنن. سوم کسانی که خیلی گناه دارن، خیلی گناه کردن، و این شفاعت بسیار مرحله عجیبی داره. مرحله که انسان ها وقتی که به دوزخ برده میشن، رسول الله صلی الله علیه و میرن در بهشت. برای رسول الله صلی الله علیه و سلم در بهشت به ناز و نعمت ها گرفتارن و با امت خود نشسته. خبر میرسه که ای محمد، از امت شما وارد جهنم شده، از امت شما در دنیا فقط امت بوده، دیگه اعمال هیچ نداشته، موحد بوده. بار دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم میآیند زیر سایه عرش. این امتی که اینقدر بی‌وفایی کرده، این امتی که همه فرمان خدا و رسول را شکسته، فقط خدا به یگانگی میشناخته، رسول الله را به رسالت قبول داشته، الله سبحانه و تعالی بار دوم اذن میده که محمد برخیز و برو به دروازه جهنم. من قال لا اله الا الله، و کسی که ذره از ایمان در قلب داره و در جهنم میسوزه، او را بیرون بکن، بیار بیرون. اینجا که رسول الله صلی الله علیه و سلم میرن و او انسانی که ذره از ایمان در قلب داشته که هیچ اعمال صالحه نداشته، رسول الله صلی الله علیه و سلم او شفاعت میکنن و از جهنم بیرون میشه و وارد بهشت میشه، که این به تعبیر همون حدیثه که من قال لا اله الا الله دخل الجنه. چهارم اشخاصی که متقیان، پرهیزگارن، ولی از رسول الله صلی الله علیه و سلم خواهش میکنن یا رسول الله، ما اعمال حسنه داریم، ما عذاب ندیدیم، راحت میریم به بهشت، ولی یک خواهش داریم یا رسول الله، از الله بخواهید که قرب ما بلند بشه، درجات ما بلند بشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم به نزد الله از اونها هم درخواست میکنن و شفاعت میکنن و قرب و منزلت اونها هم بلند میشه. دعا میکنیم اللهم ارزقنا شفاعت حبیبک فی العقبى. یا الله پروردگارا، خودت میدونی ای بار اله که ما گناهکاریم، همه ما گناه کردیم. اگر ما در اینجا نشستیم برای ثبت برنامه و با این قیافه بگیم گناه نکردیم، ما هم گناه کردیم، ای الله ما را هم ببخش. همه بینندگانی که این برنامه سفر آخرت رو میبینن، ای الله همه ما را در روز قیامت از شفاعت سرور سالار انبیا محروم نگردان. آمین. جناب مولانا به جز رسول الله صلی الله علیه و سلم در صحرای محشر که رحمت للعالمین هست و به هر حال از رحمتشون بعید نیست این شفاعت و این بزرگواری و این زحمت هایی که بخاطر امت میکشن، نه تنها برای امت، در زندگی مبارکشون هم میدونه زندگی کردند، حتی برای کفار دلسوزی داشتن. غیر از رسول صلی الله علیه و سلم چه کسانی شفاعت خواهند کرد در روز قیامت؟ الله سبحانه و تعالی
واقعا بحث قیامت و خصوصا وقت شفاعت کبرا و وضعیتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دارن انسان میشنه و میگه هیچ تحمل نیست. از الله سبحانه و تعالی میخوایم که اگر قطران اشکی که در این لحظه ریختاندیم خداوند این سبب نجات ما در قیامت بگردانه و این از ریا و عجب و سمع پاک بداره. الله سبحانه و تعالی در صحرای محشر غیر از رسول الله صلی الله علیه و سلم بحث شفاعت که و شفی میشه و الله سبحانه و تعالی بری از او اذن شفاعت میده، یکی کلام پروردگار قرآن عظیم و شانه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامه شفیعا لاصحابه. شما قرآن بخوانید که در صحرای محشر قرآن میآیه و شفاعت میکنه او کسانی که او تلاوت کردن و کسانی که او خواندن و کسانی که به او عمل کردن. دوم شهدایان که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند و یشفع فی 70 من اقربائه. شهید 70 نفر از اقارب خود را، شهیدی که فی سبیل الله شهید شده باشه، به خاطر اعلاء کلمت الله شهید شده باشه، 70 نفر از اقارب خود را شفاعت میکنه. سوم بعد از شفاعت که رسول الله صلی الله علیه و سلم که شفاعت کبرا که برای عموم مردم سرنوشت و اینها، بعد از اونها به اینها اذن داده میشه و در روایت میاد انبیا علیهم السلام هم درست در اون مراحل اولی نفسی نفسی میگفتن، ولی به انبیا علیهم السلام هم اذن شفاعت داده میشه و اونها هم چون جز مقربینن و نزد الله سبحانه و تعالی قرب دارن، منزلت دارن، بندگان برگزیده الله سبحانه و تعالی. چهارم حافظ قرآن هست که حافظان قرآن، یعنی در حافظ قرآن علما هم شامل میشه. حافظ قرآن حافظ با عمل که به قرآن هم حفظ کرده هم عمل کرده و علمای ربانی. صحرای محشر به اینها اذن شفاعت داده میشه و خلاصه برای انسانهای متقی و پرهیزگار در صحرای محشر اذن شفاعت داده میشه. همه اینها ناگفته نمانه، همه این شفاعت ها به اذن الله سبحانه و تعالی، یعنی رب العالمین تا اذن نده رحمت للعالمین شفاعت کرده نمیتونه. تا الله سبحانه و تعالی اذن نده، اجازه نده، شهید و حافظ قرآن و اینها شفاعت کرده نمیتونن. اینها همه به اذن الله سبحانه و تعالی، به اجازه الله سبحانه و تعالی. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. کسی که شفاعت میکنه شفاعت کرده نمیتونه مگر به اذن الله سبحانه و تعالی. انشاءالله که الله تعالی ما را هم در زمره کسانی قرار بده که در روز قیامت از شفاعت انبیاء الهی و از رسول الله صلی الله علیه و سلم و قرآن بی بهره نباشیم. صحبت پایین شما رو با بینندگان عزیز در چند دقیقه میشنویم و انشاءالله ادامه موضوع در برنامه. سخن اخیر خود را فقط با 3 جمله کوتاه و دعا. بار الها پروردگارا، در روز قیامت همه ما را در زیر سایه عرش خود قرار بده. بار الها همه ما را در روز قیامت ترازوی حسنات ما را ثقیل و سنگین بگردان. بار الها شفاعت نبی کریم صلی الله علیه و سلم را نصیب همه ما بگردان. شما را خداوند کریم و رحیم می‌سپارم. آمین. تشکر میکنم جناب مولانا از حضور شما در این برنامه و همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. امیدواریم الله متعال همه ما و شما رو در روز قیامت از جمله کسانی رو بگرداند که در پایان اون معرکه، در پایان اون روز از جمله خوشبخت ها باشیم و از جمله کسانی باشیم که نجات یافتیم و خدای نکرده از جمله کسانی نباشیم که در اون روز دست خالی بمانیم و نه کسی باشه که به فریاد ما برسه و نه کارنامه اعمال ما به نحوی بوده باشه که اون کارنامه به درد ما خورده باشه. محتاج دعای خیر همه شما عزیزان هستیم و شما رو تا برنامه بعدی به الله
متعال سپاریم الله یار و نگهدارش.